دوستان سلام. امروز داریم لوله‌های 75 که کار کردیم و تست میکنیم. به این دستگاه میگن دستگاه سمپاش. همه بیشتر باهاش آشنا هستین. بابت فشار با این دستگاه فشار میزنیم داخل لوله با آب. بعد میایم اینجا به این قطعه میگن صفحه تست. از یک رینگ و فلنج، شیر، سرا و یک شیر دیگه و این ورودی آب که با فشار بهش وارد میشه. این هم که گیجه. گیج واسه این فشاری که داخل لوله هست رو بدونیم کم و زیاد میشه یا نه. الان داخل فشار داخل لوله حدوداً 10 باره. این باید 10 بار باشه داخل لوله به مدت چند ساعت. اگر فشارش افت فشارش خیلی زیاد باشه ما متوجه میشیم جوشکاری ها و ارزم به حضورتون که لوله‌ای که داخل چیز هست مسیر هست مشکل داره.